بالا کشون خلیفه. خلیفه باشکست خدا برستی باشی چه کن برسیده خلیفه برقا برفته خلیفه برقا برفته خلیفه برقا برا من باشه تا شم سیمه میکنم کمرم پشکا یک سره ببینید تک و بالا کن شاید تا یک ساعت نگی بیای خلیفه ما این بالا شیم های نه باشه برو سعی کنم شما مال قیقلا کشیم برو با همسایه‌ها سعی کنم خلیفه تا شم میکنم فیروزه تنها زده خلیفه فیروزه تنها زده همسایه‌ها بپوشید و همه برقای نانی لکه نیه برقا میگم همسایه میگه تا 2 ساعت دیگه همین پیرزرک میگه نمیآید بالا میشه خوبه خلیفه زحمت کنه برقا بیامد خلیفه بیامد آه برقا بیامده برقا بیامد خلیفه خاک بخوره خلیفه این برقا را بخیر خلیفه ما چون این برقا چی مرگ به خواجه گرفته برقا برا نه خدایا کمک کن مرا با پشت خلیفه بده مرا با کش شلشش ما این بلاشی خلیفه باشه برو سعی کنو من کن بیایه نمیفهم خلیفه اشته کنی خلیفه انتو نگاه دارن بیای شما از بر بگیری خلیفه بیای مزیبا سار کن خلیفه بهتر شو بگیر دگای بگیر دگای آخمی بگیر
کاش کنی خلیفه نگیره بیاد نیستا یک نفر نمیشه بنده هی قناقه بخوری گناه چیه خب برقا میره دیگه کم که گناه چیه برقا میره نگو تو نمیگی که برقا دانان قطع میشه برقا میره تو نگفتی که تاج چه برقا برم میگی برقا خود میره برقا قطع میشده برقا میره مدوی همسایه پرسان کردم یک تور از تو تال برق قطع نشده رضا پات هم معلومه که خود تو میری برق قطع میکنی ها من به تا چا به تاریکی ها استاده سنگ سفال یک سره میدادی به تا سرمه تا خدا نترسیدی خود قد میشه چند فقط کردی برقا راست بگو چند فقط میشه برقا چند برقا گیله تو خوفا میکنم کارا خونه کو دیگه کارا خونه کو بگم میفهمی یا نه من با تا چا پوره بکن نیش کلنگ بکنم تو اینا رو دادم برقرم ولی من قد میکنی راست خوبو چند دفعه برقا قد کردی؟ قد نکردی قد نکردی؟ نه قد نکردی نه پاکیلا مرا دو شهر چی کفی نکن ردا پاتو معلومه که میری برق قد میکنی قسم نخور و من یاد بدی من بچه که من یاد بدی بخی برو کاکا بخی تو به درد منو میخوری کجا برو بخی برو خانم بخی دیگه بده جلد برو تو سه لباسا خورم نورده این خیال میکنه که من بچه ایم که برقار هر دادم میره قد میکنه میای با میگم برقا برفته باشه من برو ردی زنگ زنو چی با من ری کرده بله سلام علیکم سلام کلالا شاگلی شمی تیاری جان جوره خیریه خوب این که کندر خیریته شکو لالا این چی ری کرده مزیر دستمه هیشته من از صبح تا حال به تا چا تا حال 10 دفعه برق قطع کرده با والمه برق قطع بکنه روز 300-400 دیپا من برازی پول میده تا خودی خیر یا کدو 500 دیپا میفته برو من مسخره از دینو این چی رای کرده به زیر دست من لالا این نی کار کرده میتونه نی هیچ کار کرده نمیتونه من با ترچک هر سنگ یک من چیزا میفته به تا سر میندازم تاریکی من استادم یک بشون تو دل چیزم تو بغل داد چسبیده نیه کاکا جان شاید برقا رفته باشه او تا بچه نیه دیگه همونجا خود شما کار میکنه دیگه خود دلیل نمیشه گفته دیگه برق قطع میکنه میره ساخت میذاره خوب میشه لالا جان رو به درد من نمیخوام رخصت کردم اورای که بیا لباسا خونم رو درو برن لباسای بمونده کاکا جان نیه شاید برقا رفته باشه او چی کار داره کی کارا بکنه به چی واسطه ای کارا بکنه خود همونجا خود شما کار میکنه دلیل نمیشه که این کارا کرده باشه سعی کنه مشکل بزونیه بیخی شما روزانه روز 100 روپیه کمتر بدیم بالاخره همینجا من پیش شما باشه که از اون تعمی کوچه موچا گم باشه که وقت خودی که اسمه سر کوچه بشینه جنجال کنه دیگه کنه حداقل همونجا
دربی پولی هم شما برای میدیم پرده گذاری میشه بانک فلان شرایط کلان شرایط کاروبار مزه نداره. اصلا درود 50 روپیه برای نمیدون لول از این ساعت دیگه نمامو هم نفره که برق ها دادن بکن و ایبرور خوب بندازون ایبرور من رضا پاور دیدم با من برق قد کرده برفت غراب تا دلیس خوش شده همون زمان فکر نمی کنم تا چرا این باشه این برق کار بکن و سر این برق برادر من مسخره زینی و من بچم بزی از اینو که خودی من بزی میکنه و تا سر من به تا چو و سر چو خب خیر باشه خیر باشه خداحافظ ره که بیار لباسا خورم ببره خداحافظ. یار من نمیفهمم دست از این برار چی رقم زندگی چی رقم پیش برم بم هر جا که آدم به سر کار میگذارم یک روز به 2 روز نمیکشه حتما یک گولی به او میده. عباس عباس بیا اینجا برو لباسا کار خورد برو به جایی که گیلک کار میکنه به پیش ما کنده خودی و به سرمون چاکنی کار کنه به جا گیلک برم کار کنم. بله من نمیتونم لالا کار کنم این چی؟ تو چرا کار کردن نمیتونی؟ من نمیتونم خود گیلک رای کنه. برارمه گیلک ما رای کردم به سر همین کار خودی همین ماما کندیل که کار کنه. خب این آدم هر دم صاحب کار زنگ زده که برای میگه که ماما کندیل زنگ زده برای میگه که یک دم برق قطع میکنه ما به تا کار میکنم 5 دقیقه قطع میکنه باز وصل میکنه قطع میکنه وصل میکنه من به تا میگه بیت داری میلرزم این معامله همون کار کرده که چند سال پیش خودم به ایران رفت که سر و سیر نشد ایرانی به من زنگ زد گفت آقا این داداش شما داره برق قطع وصل میکنه این کار بکن نیست اینو میفرستم بیا بس دوباره پیش خوده یعنی مثل همون کار میکنه همون کار هنوز سال اثر نفتاده من نمیفهم خودت چیکار کنم من نمیرم اونجا لالا. میگه نمیرم اونجا تو بدن خود خونی که بدی نری آخه کار منیه که من اونجا برم. بله سلام کاکا کندل خوبیم سلامتیم زنده باشین کاکا جان سعی کنیم من امی عباس رأی میکنم که به جا گیلک همونجا خود شما کار کنند از کمک باشه حال خیره که شما گیلک بیرو کردین گفتیم این کار نمیکنه و بالاخره اینجا شوخی مسخرگی میکنه و برق قطع وصل میکنه انم گیلک برا خوره چیز عباس برا خوره میکنه پیش شما خود شما کار کنه نمای مرد برا هیچ کدوم نمای خود شما کار کنه خود چرا چی فرق میکنه کار کنه خود شما چی مشکل داره خب کنه مهمی چی خیر باشه و درک کنه مهمی هیچ مشکل نداره و مرگ کنه مهمی نمیفهمم دست شما دوباره من چیکار کنم با من یک کم نمیشه که من کار کنم تو باش که برم این گیلک به هر جا پیدا کنم ایتا تا دهن گرم باشه میزنم خب گیلک نمای پس رای کنه. نه به کجا ما اگه گیلک میخواست که من رای میکنم